بسم الله الرحمن الرحیم. بعض الیمنت های بعض تگ های دیگه بخش فرم میخوانیم. در بخش فرم این تگ ها را خواندیم، تگ فیلزت و به همین شکل تگ لجند و اینا را خواندیم. تگ فیلزت که از چی کار میکنم و تگ لجند چی کار میکنم؟ خب اول فیلزت کار میکنیم، بعد از یا پیش ازی که اینا را کار کنیم یک بار مثالش برات اینجا نشان میدم ببینید که این چی کار میکنم. اینجا سرور رو هم روشن میکنیم، زمپا در زم سرور اپاچی رستارت میکنیم. اپاچی یک وب سرور است که وب اپلیکیشن ها را میتونه رن کنم. خب رستارت کردیم. حالا میریم از طریق براوزر یک تب دیگه باز میکنیم، لوکال هاست. انترفیس ظاهری ما اسکیل میبینیم. انترفیس ظاهری یا شکل ظاهریش PHP مادمین است. این PHP مادمین اینجا ببین کدام گپا دیگه استفاده شده. سعی کن اینجا ببین که ببینیم کدام قسمت است که برای میخواستم باید نشان بدم. بدرز اینجا رو ببین در بخش اکسپورت. اینی چی است؟ در کل اول یک بار کلش رو میخوایم ببینیم که بازی کماندار البته تگا و الیمنت ها رو ما خواندیم که از طریق اونمون میتونیم این تکشیز جور کنیم. اول خو اینی چی است؟ این یک فریم است. توجه هستی؟ اینی که طرف چپ به شکل آمده این یک فریم است که باز بعد دیگه شکل میتونیم جور کنیم که بعد نشان میدیم. اینی چی است؟ لجند است. اینی گپ. اینی باردر چهارتاش که است فیلدست است. اینا چی است؟ رادیو بتن نی؟ رادیو بتن اینا لیبلش است نی؟ لیبلش. اینا چی است؟ چک باکس است نی؟ چک باکس هم دیدیم. وای یک تک باکس است. باز هم اینجا این قسمت چی استفاده شده؟ لجند استفاده شده. این هم یک فیلدست است. فیلدست یعنی لجند همیشه در داخل فیلدست استفاده میشه. یعنی قسمت یک فریم است و در این فریم این صفحات لود شده. هر کدام اینا چی است؟ یک لینک است. ببین این لینک است. سر از کلیک میکنی اینی بخش میاد. اینی چی است؟ تگ سلکت است نی؟ که این آپشن ها رو داخل داره. به همین شکل کاستومر اینفو، به همین شکل بخش سلز و ایناش. اینجا میبینید چک باکس ها است و یا اونم گفت. در کل یک وب اپلیکیشن است. خب کل از این را نمیتونیم که HTML جور کنیم. یعنی افکت هایی که به این شکل داره اینا که جیکوئری ساخته میشن و به این شکل بعضی گپای دیگه که جاوا اسکریپت و اینا که استفاده شده اینا رو باز بعدا میبینیم. خب تا اندازه قابلیتی که HTML داره که کار میکنه. هدف ما اینجایی بود که چی رو نشان بدیم موضوع اینی فیلدست، اینی لاین 4 اطراف فیلدست است که الیمنت ها را داخل یک چوکات میندازن، داخل یک فیلد و این هم لجندش است. میریم یک صفحه ایجاد میکنیم، یک صفحه HTML. خب یک صفحه داریم HTML و اینا خاطر برای بسته HTML بسته. خب یک تگ دیگه میگیریم برای بزابی. دوباره تگ بودی بسته میکنیم. خب در اینجا بعض عناصر و بعض الیمنت ها رو به وجود میاریم. بعد از باز میریم برش فیلدست اساین. مثلا یک چند دانه رادیو بتن میشه که وجود داریم، یک چند دانه عیناً مثل اینمی چیزی که در اینجا خود اینترفیس ما اسکیل PHP مادمین داره. مثلا یک input type مساوی دبل کوتشن فرض کنید رادیو دبل کوتشن تگ بسته. صحیح؟ لیبلش هم نوشته میکنیم مثلا میل و اینجا یک تگ بیار هم تایپ میکنیم، تگ بیار از یک چند دانه کافی میگم. صحیح؟ را میشه که از میل بگش میشه تست وان ما میشه که دیگرش شما چی که متن برسید دیگه همین چیز درست است. میره سیو میکنیم کنترل اس. خب اینجا میشه که میره رن کنیم کده کروم. این تک چیز برای ما ساخته شد. حالا میخوایم داخل یک چی باشه؟ داخل یک فیلدست باشه. اینجا میایم از فیلدست برش استفاده میکنیم.
یک تگ میگیریم به نام فیل ست، تگ فیل ست و تگ فیل ست رو بده که بسته میکنیم چون که خود کارتن داریم. فیل ست دیگه سیو میکنه یا سفر رفش. اینه یک چیز برای ما هم دارم ولی سرتاسری می‌دونم. توجه است؟ دیگه باز خط از زیر رنگش تغییر میدیم، سایزش خورده کلام کنیم. دو تکنیک دارم. دو تکنیک دارم. یکی که داخل تیبل ایره بگیریم و دیگه ای که اینه که CSS جور کنیم. فعلا اینه یک چیز برای ما میسازه. این فیلتر شد. اینا برای از اینکه اینی قسمت از جام همونطور چیزی را که ما می‌خوایم برای ما بده، مثلا به شکل لجند اینجا باز از تگ لجند استفاده می‌کنیم. تگ لجند در داخل فیل ست استفاده میشه. لجند تگ لجند دی میخورم و در لجندش چی نوشته میکنم؟ مثلا نوشته میکنم که select your option. اینجا میشه که دو نقطه میتونیم دو نقطه رو پس کنیم. تگ لجند دوباره پس در داخل این فیل ست بسته میشه. تگ لجند بسته ایندکسش پیش میکنیم. خب سفر رو رفرش میکنیم، میریم در ایندکس HTML. حالا میبینید این داخل از او آمده ولی این خیلی چرا به شکل آمده؟ این رو متوجه باشه. اگر لجند اینجا آمده نی؟ این قسمت بیار که تایم شده رو پس میکنیم. بعض آپشن های زیر میشه که پس کنیم. اینجا بعد برای فیل ست سایز میگم نی؟ فیل ست وایدش مثلا دبل کوتشن مثلا 500 پیکسل و هایدش مثلا دبل کوتشن فرض کنم 800 پیکسل 800 دبل کوتشن کنترل اس مایو استاپ ما جامعه که تو باش کنترل چپا کن نه نه va a Allora, avevamo detto che con quello che erano per socializzazione. این بود از بخش که چطور در یک اتچمنت کنیم یا در یک زمینه را مساعد کنیم که بتونیم نفر فایل خود اتچ کنه در وبسایت ما. صحیح؟ ممکن یک فرم چی بسازیم؟ فرمی که ایمیل سند کنم. اونجا باز بعد یک زمینه از این مساعد باشه که نفر بتونه اتچ کنه. خب از بخش فرم شدیم خلاص. یا آخرین المنت فرم بود. آخرین فرم المنت هایی که آخرین تگایی که در بخش فرم. بخش بعدی فریم است. فریم چی معنی میده؟ فریم خودش چوکات ها، یعنی چوکات معنی میده. دو قسم فریم در مجموع در چی است؟ در HTML در مجموع دو قسم فریم است. یک فریم از او چی میگن؟ آی فریم میگن. و آی فریم میگن. صحیح؟ این آی فریم یا اینلاین فریم درش میگن. اینلاین فریم. و یک فریم است که او را فریم ست برش میگن. فریم ست. دو بخش است. اینا هر کدامش چه قسم کار میکنه، چه قسم فریم ها رو به وجود میاره. اگر فرض کنیم که این کل وبسایت ما است، همین پیج مطمئنا که وبسایت ما است صفحات تشکیل شده. اما صفحه ایندکسی که ما داریم یا هر پیج دیگه ای که است. مطمئنا ما که یک وبسایت جور میکنیم ممکنه وبسایت 100 پیج یا 200 پیج یا 50 60 پیج داشته باشه. اونم یک پیج که میخوایم به فریم ها تقسیم بندی کنیم. اگر از فریم ست استفاده کنیم، فریم ست چه قسم تقسیمات میکنه اینمی صفحه ما را. فریم ست که از صفحه را به شکل تقسیمات میکنه، به شکلی که یا یک قسمت به شکل خود در نظر میگیره، یک قسمت مثلا کلان در نظر میگیره، دیگه باز بدل توش چند فیصد برش میده. یک بخش بخی کلان تر. صحیح نیست؟ در یک زمان یا کلش عمودی به شکل یا کلش به شکل افقی ترکیب میکنیم، تقسیم بندی میکنیم. باز در هر کدام از این میتونید تو یک پیج تا لود کنید. اینجا مثلا یک پیج، اینجا دیگه پیج، اینجا دیگه، اینجا دیگه، اینجا دیگه، اینجا دیگه. به شکل و آی فریم که از آی فریم میتونی که مثلا یک فریم در یک قسمت به این اندازه جور کنید. یعنی کل صفحه خوینی است دیگه. کل صفحه بادی که میگیم نه، بادی وبسایت یا بدنی کلش در مجموع اینی است. در داخل از این ما یک فریم گرفتیم به شکل مثالش مثل از این اسکوارت میشون تو به شکل سر کنیم.
اینی چه قسم یک فریم است؟ این به دو بخش عمودی تقسیم شدنه؟ آی فریم چه فریم است؟ این به دو بخش عمودی تقسیم شدنه افقی که خود نداره. دو بخش عمودی است. اینی خو یک پیج است که دیزاین شده. پیج در داخل از این لود شده. و دیگه‌ش اگر به این شکل مثلا یک پیج دیگه به این اندازه خرد میتونیم که یک فریم جور کنیم در داخل از یک پیج لود کنیم. یکی دیگه به داخل از یک پیج لود کنیم میشه. اینا میتونیم مثلا پیج 1 بیاریم. پیج 1 یا مثلا پیج 2 و دیگه هم سه. این کار از طریق آی فریم میدن. آی فریم یعنی اینلاین فریم. و فریم ست که از کل سفر یا به شکل عمودی تقسیم میکنه یا به شکل افقی. ولی در فریم ست که از یک مشکل وجود داره که نمیتونیم ما فریم ست در داخل بادی چی کنیم، یعنی بادی داشته باشیم و در داخل بادی فریم ست استفاده کنیم. یعنی نمید المنت یا رود المنت بادی که است ایره باید ما تایپ نکنیم، ایره باید پس کنیم. فقط در داخل خود HTML از فریم ست استفاده میکنیم. خب حالا میایم مثال عادیش کار میکنیم. یک چند پیج به وجود میاریم، یک چند صفحه. خب اینجا نوشته میکنیم که تگ H1 و تگ به داخل بادی میریم، نوشته میکنیم background digital مسایده بکشن. خب اینجا اگر از چی استفاده کنیم؟ میشه که بلو استفاده کنیم، بلو دارم بچیم چک. اینجا نوشته میکنیم که پیج 1 پس تگ چک بسته ایره سیف میکنیم به نام پیج 1 page1.html یک پیج شد. ایره مثلا باز به نام پیج 2 بک‌گراند کلر از ایره فرض کو که رد میگیم سیف میکنیم به نام پیج 2. یک چند صفحه جور میکنیم پیج 2. ایره باز مثلا گرین میگیریم، گرین و یا مثلا پیج 3 سیستی میرم کنترل اس البته کنترل الت اس میره پیج 3. خب 3 صفحه جور کردیم. یک صفحه دیگه هم برام ایندکس جور میکنیم. میره مثلا چیه میره برام ایندکس جور میکنیم یا مین پیج. بک‌گراند از این همون بدون بک‌گراند میشه سفید باشه. اینه با چندین فریم تقسیم میکنیم. مطمئنم که اگر از فریم ست استفاده کردید بادی نمی باشه. خب حالا تگ آی فریم استفاده میکنیم. این یک تگ آی فریم این خو اینلاین است دیگه. آی فریم شروع و برازی وید و هید میکنیم. صحیح؟ وید و هید با کدام شکل داده میشه؟ خب اینجا از چی استفاده میکنیم؟ وید مفهوم اینلاین اینمی است که در یک لاین. حالا فعلا این مین پیج در پایان آمد. چرا این مین پیج در پایان آمد؟ بخاطر که فریم در بالا است وی در پایین آمد. الان اگر در داخل از این کدام متن تایپ کنیم، مثلا نوشته میکنیم your browser does not support. اکثرا اگر همین سایت دبل چی رو ببینیم در اینجا بعض پیکچرها رو نشان نداده. اینجا می‌بینیم قسمت فورمز. سعی که بعضی تصاویرها رو نشان ندادم. این قسمت، این پیکچر رو نشان ندادم. این در حقیقت یک عکس است ولی عکس اینجا نشان نمیده. به این شکل عکس دیگه اینجاست. این متنی که در اینجا نوشته شده، اگر کدام براوزر، البته براوزرهای فعلی که از کلش فریم ساپورت میکنه ولی براوزرهای قدیمی که 12 سال پیش و 10 سال پیش بود، اونا فریم ساپورت نمیکرد. باز فریم که در براوزر ساپورت نمیشد، در اونجا عوض فریم باز این متن نشان داده میشه. یا براوزر در نصب هر چیزی که نوشته کنی اون نشان داده میشه. خب فعلا این فریم در اینجا ساخته شد. از طریق این فریم ساخته شد. یعنی الان مثلا این فریم میشه که ما ویدش فرض کو که وید از زیر 100% میگیرم و هایدش یا مثلا 1024 میگیرم اینجا 1024 در 800.
سفر یک بار رفرش. 1024 در سر. این دیگه قسمت آمد. این حالا برای از اینکه این موقعیت از این ما چنج کنیم، اینی طرفتر بیاریم و در بغل از این عیناً این یک چیز اگر بخوایم بسازیم میشه که جور کنیم از طریق از این. یعنی یک چیز اگر بخوایم که در بغل اینی متن باشه، در بالا اینی باشه، در بالا از این مثلا اینی یک چیز باشه، اینجا یک تصویر باشه. در کل اینی اینترفیسی که در اینجا است، اما یک چیز بخوایم جور کنیم. اینجا سر از این کلیک کنم موضوعات در اینجا برام نشون میده. سر از این کلیک کنم بازم اینجا برام نشون میده. این کلش موضوع فریم است دیگه. این فریم بندی میکنیم. خب این کار چطور میشه؟ ولی این کار مستقیما نمیتونیم. این باید از طریق تیبل بکنیم. این تیبل بگیریم بعد از این کار انجام بدیم. خب این که کروم رن میکنیم این یک چیز برای ما ساخته شده. در بالای از این مینوها را اگر بخوایم قرار بدیم یا لینک ها را بخوایم قرار بدیم فقط کافی است که نوشته کنیم. مثلا هوم نوشته کو فاصله اینجا میشه که نوشته کنید دیگرش. مثلا فرض CSS است اینجا HTML است و غیره. اینو سیو میکنید سفر یک بار بشه. این دیگه قسمت آمد نه. ولی را در بالا اگر بخوایم قرار بدیم بعد در بالا از چی باشه؟ یعنی یک چند بیار تایپ کنید یا کمک پایینتر بیایم و اینجا تیبل برش بگیریم. یعنی قسمت یک چند بیار تایپ میکنیم. این پایان آمده است. ولی باز ما اینجا اجازه تایپ کردن نداریم که اینجا کدام مینو جور کنیم یا کدام معلومات تایپ کنیم. و این خاطر ما از تیبل استفاده میکنیم. چرا کم از تیبل استفاده میکنیم؟ خب مطلب در دقیق متوجه باش میخوایم اینی یک چیز جور کنیم. کلش اصلا نمیشه چون اینجا از جیکوری از CSS از چندین زبان استفاده شده. با خاطر یک قسمتش میتونیم جور کنیم. اول خود خود بنر در ویتر اسکول اینی بنر رو میخوایم بیاریم. بنر یک اینجا استفاده کردن آدرس از این ببین کردن از خود سایت دبلیو میگیریم سافتیر اینجا فولدر ایمیج داره. در ایمیجش ببینید اینی عکس‌ها استفاده شده ببینید این عکس‌ها اینی همون بنر است که در اونجا استفاده شده. اگر من اینو پس کنم سفر یک بار رفرش کنم اون از اونجا گم میشه. این بنر است نه اینی بنر را از اینجا کپی میکنم. این کپی داری دوستا پیستش میکنیم از استفاده. خب این بنر در اینجا آمد. حالا برای از اینکه صفحه خود گفتیم منظم یک لیاوت برای جور کنیم از بادی استفاده میکنیم که از دیو ها استفاده میشه. خب فعلا دیو نخواندیم از می تیبل استفاده میکنیم. اول تا چند بیار تایپ میکنیم وقتی که کمک صفحه ما پایینتر بره چون اگر بیار تایپ نکنیم تیبل مستقیما در کدام قسمت میاد در این ساحه. اینا یک بار کلوز بریم کلوز صفحه مستقیما در اینجا آمده. ولی بیار که تایپ میکنی این قدر یک پایان میاد. اگر نه فکر صفحه اینی بغل میچسبه. خب یک تگ تیبل میگیریم در اینجا برش. تگ تیبل بسیار کارا که تیبل میشه و از یک دلیتیت میگیریم. در اینجا یک تیبل رو میگیریم. تیبل رو و تیبل رو دوباره پس بستن. اینجا کاربردهای تیبل میگیم که چقدر است. خب یک تیبل رو در اینجا یک تیدی میگیریم تیبل دیتا در یک رو یک تیدی دوباره پس این تیدی رو بستن میکنیم. برای وید مشخص میکنیم مثلا وید مساوی دبل کوتشن مثلا 150 دبل کوتشن وید یک سل است دیگه نه از یک تیدیش است. این یک بار سیو میکنیم. بر تیبل یک باردر هم میتونیم که معلوم شد باردر مساوی دبل کوتشن یک پیکسل سفر یک بار سیو میکنیم. اینجا صاف میشه ولی هاید برش ندادیم. هاید هم برش میدیم هاید مساوی دبل کوتشن مثلا 20 دبل کوتشن سفر رفرش هنوزم خورد است این را 30 میسازیم یا 40 میسازیم بیان مثلا این از امی یک چند دانه میگیریم تا اینی ساحه تا اینکه تا اینی قسمت بیایم. از این یک دانه کنترل سی کنترل بی کنترل بی کنترل بی یک چند دانه پیس میگیریم کنترل اس سفر رفرش میکنیم. خب این تا این قسمت آمد. چرا تا اینجا آمد باید این چیز میشد نی؟
تیبل کپی کردیم نه میگم تیبل کپی کردیم باید ایفیدی را کپی میکنیم یعنی تک چیز میخواستم بگم این خود زیاد است چون اگر اینجا را ببینیم این چقدر عرض داره این قدر نی از این شروع تا این قسمت حالا کل سفر را تقریبا گرفته این یکی دو تایش کم میکنیم سفر ایرسه ولی دیگه سیمه این تا این قسمت آمد خب این قدر از اینی ساحه تا اینی ساحه میخوایم که برای بدنه بتون تا که صفحات دیلود شود یا لینک ها را در اینجا بیاریم و این به این شکل تا این قسمت پایان باشه سر هر لینک کلیک میشه او رو در طرف راست برای ما در این ساحه نشان میده یا در بالا سر هر لینک کلیک میشه اینجا مثلا لینک ها در اینجا مثل که فعلا در این قسمت است سر هر لینک در بالا کلیک میکنیم اینجا برای تو در پایانش موضوعات نشان میدیم همون یک چیز خب پس چطور کنیم اول خود تعداد روها را زیاد میکنیم یک رو است و چند کالم داره این از اینجا کپی میکنیم در داخل همین تیبل 2 رو 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15 در بس است خب اینجا اختیار اولیش نقدر هاید نقدر اینا هاید ندارم باید هایدم برای اینا جور میشد برای هر تیری باید هایدم مشخص میشد درازه هایت مشخص میکنه هایت مساوی دبل فیچر 30 پیکسل دبل فیچر برای رو میدیم استیار ازی موید ازی این به شکل ساخته شده از یک چند دانه دیگه هم کپی میگیریم این از اینجا تا این قسمت کنترل سی پیست و باز میره پیست این به شکل یک چند دیگه میره پایین تر میریم این یک چند تا دیگه هم کپی میگیریم کنترل بی و کنترل تا این قسمت خب چطور کنیم که یک کمک فاصله به این طرف پیدا شود یعنی قسمت میخوایم یک کم فاصله پیدا خب میشه که باز متنش این طرف بیاریم باردرش پاس کنیم یک چیز فاصله پیدا میشه حالا اول یک کار میکنیم که یک چیز اینی طرف اینی قسمت پایین تر میریم اینجا اون بنر میاریم صحیح نه اینی قسمت بنر وبسایت میاریم به بالا خب بنر چطور نمیشه یک تگ خوانده بودیم تگ ایمیج خوانده بودیم ایمیج وایدش چقدر ویدش مساوی دبل کوچن وید تیبل چقدر دادیم 30 نه وید تیبل یک تگ تیبل گرفتیم باردارش وید برش مشخص کردیم برای تیبل نه برای تیبل خود مشخص نکردیم تیبل دیتا گرفتیم میشه که برای تیبل هم هاید و وید مشخص بکنیم تگ تیبل ویدش مساوی دبل کوچن 1024 دبل کوچن هایدش مساوی دبل کوچن مثلا 800 دبل کوچن خب ایمیج ویدش میگیریم مثلا 1024 ویدش و هایدش مساوی دبل کوچن مثلا هایدش 100 میگیریم 100 میگه
150 میلی، زیاد ارتفاع نداشته باشه. تک بسته. خب این حال سورسش خیلی کجاست؟ اینجا باید سورس برش مشخص کنیم. اساسیش مساوی دبل کدشم چون در رید استاپ است و خود این صفحه هم در رید استاپ سیو است. فقط مستقیما نامش از اینجا آدرسش میگیریم. یعنی نامش کنترل سی کاپی. خب کنترل بی پیست میکنیم و دات جی پی جی هم اکستنشنش هم میکنیم در اون کدشم. هاید ویدش هم مشخص شد. اینو سیو میکنیم. صفحه را یک بار رکنش. بنر اینجا آمد. صحیح نی؟ خب اگر بخوایم بنر هم از این بغل یک کمکی طرفتر بیشتر میکنیم. اینو داخل تیبل میگیریم. داخل تیبل میگیریم در اینی رویش میریم. صحیح مثلا تو رو در اینجا میمونیم مرج میکنیم داخل از این میریم. خب فعلا همونجا درست است. یا میشه که یک کار دیگه کنیم که الاین برش کنیم. الاین مساوی دبل کلچر سنتر. صفر اکبر رفتش. ایمیج بدنی. تاگ الاین مساوی دبل کلچر سنتر دبل کوتیشن. خب یک کار کنیم که تاگ الاین مساوی دبل کلچر سنتر دبل کلچر تاگ بسته. و اینجا تاگ الاین دوباره باید بسته می‌کنیم. خب این طرف نمیاد. این مجبور که تیبل داخل تیبل بکنیم، یک درو را مرج کنیم یا یک رو را داخل یک رو کنیم بعد از اون باز نقطه چه طرف بریم. خب فرض کنیم اینجا درست است. یا همین کار کنیم. صحیح. خب خیر. یعنی الاینش پاس میکنیم از اینجا و اینی رو از اینجا پاس میکنیم. صحیح. اینجا میایم داخل تیبل. کنترل ایکس میکنیم اینجا یک تیبل دیگه میگیریم. چرا داخل از این تیبل نمیریم؟ چون اگه داخل از این تیبل بریم یک کالم که سایزش کلام شد مثل در اکسل اگر ببینیم اینجا سر کن. اینجا من نوشته کردم مثلا نیم. صحیح نی؟ اینجا مثلا نوشته کردی آیدی. این یک کالم که در اینجا کلام شد در مجموع تا پایان کالم‌های دیگر کلام میکنه. اما یک گپ HTML هم است. کلش افکت میکنه. به این خاطر من اینجا چی میکنم؟ این کالم غرض ندارم. این کالم در جای خودش میمونم. یعنی بالا از این من مرج میکنم. بالا از این مرج میکنم یا چیزش کلام میکنم. هدف رسیدی؟ این دیگه کار میخوام کنم. پس در اینجا به این خاطر این داخل این تیبل نمیارم. این یک تگ تیبل دیگه میگیرم. این تگ تیبل پس بسته میکنم. تگ تیبل بسته. این یک تی آر میگیرم. یک تیبل رو و دوباره پس این تیبل رو بسته میکنم. در این تیبل رو یک تی دی میگیریم. تگ تی دی و تی دی رو پس بسته میکنیم. در این تی دی میایم چی را قرار میدیم؟ اینمی ایمیج را قرار میدیم. این را سیو میکنم صفحه اکبر رفرش. صحیح نی؟ اینا را موقعیت از این میشه که چنج کنیم. خب موقعیت از این را میبریم به کدام قسمت؟ الاین مساوی دبل کوتشن سنتر دبل کوتشن صفر یک برداشتش بازم نرم حالا خیلی چی کار میکنیم در اینجا. خب اینجا چی چاره داره؟ تیبل نمیگی؟ نه اینجا چی چاره داره؟ چی فکر میکنیم؟ اینجا باید کار کنیم باشی؟ ها؟ چند دونه تیدی باید بگیریم؟ باید مساوی دبل کوتشن مثلا سی نی که 50 100 دبل کوتشن متوجه هستی؟ از یک دو تا کپی میگیریم کنترل سی اینجا پیست صفحه را سیو میکنیم یک بار کنش فهمیدیم؟ اینجا تکنیک به کار است باید تکنیک بزنیم دیگه خواهیم یک شگه پا کنیم یکی دیگه شما اگه پا کنیم همون جایی که میخواستم آمد هدف رسیده چرا؟ اینجا بعضی گپای است این مردمایی که مثلا یک پروگرام میخوانن و کاماندار یاد میگیرن باز کار کردن میتونن علتش که اینجا باید فکر کنید چرت بزنید تکنیک پیدا کنید. خب اینا برای ازی که اینمی قسمت ازیره اینمی قسمت تا اینی صاحب یعنی حالا چیکار کنیم؟ باز از چی استفاده کنیم؟ داخل کدام تیبل هستید؟
داخل از است. پس اینجا یک تیبل رو داریم. پیش از اینی تیدی اول یک چند دانه تیدی دیگه اضافه میکنیم. ویدش مساوی دبل کدشن مثلا 100 بود بگنیم. 100 نمیگیریم میره 80 میگیریم. 80 دبل کدشن. یک بسته تیدی رو اینجا بسته میکنیم. سفر یک بسته میکنیم. این به اینجا اضافه شد نه؟ این یک قسمت اضافه شد. بعد این اینجا اضافه میشد. که خب چرا خیلی جای نشد؟ کجا آمد؟ اینجا آمد نه؟ پس اینجا علاینش سنتر میگیری برش. علاینش مساوی دبل کدشن سنتر. چون های دوی برای تیبل مشخص کرده بودیم به اون خاطر دیگه اجازه نمیداد. خب این تا این قسمت رسید. اینا رو بعد از چی میکنیم؟ بعد از این ضرورت است که اینی روها در مجموع اینی روم باقی بانه تا اینی قسمت یا تا این قسمت در مجموع اینمی لاین تا آخر به این شکل روهاش باقی بانه. ولی اینی ساحه که است میخوایم به این شکل یکی شود مرج شود. پس اول چی میکنیم؟ اول میشه که یک تکنیک بزنیم که هم اینی روها را پس کنیم و هم اینی کالم ها را پس کنیم تا اینکه برای ما چی کنیم؟ مرج و یکی شود. خیلی اینجا چند دانه رو داریم چند کالم داریم این حساب میکنیم. یک کالم این رو غرض نداریم این خود جای خود است. روی اول کالم اول، روی دوم کالم اول، روی سوم کالم اول، روی چهارم کالم اول، روی پنجم کالم اول، روی ششم کالم اول، روی اول کالم دوم، روی دوم کالم دوم، روی سوم کالم سوم. پس در مجموع تا روی دهم کالم دهم باید کلش مرج شود. این دیگه است. پس این کار نداریم این جای خود میمونه. اینجا میایم سر این قسمت. اینجا رو ما مرج میکنیم. اولی ساحه رو بعد از باز میریم سر از این. پس چه قسم مرج میشن؟ داخل اینی تیبل است نه؟ تیبل ما کجاست؟ داخل اینی تیبل است. کل کلم. پس روی اول اینیست نه؟ روی اول کالم اولش. اینجا میمونه دیگه نه؟ ایش غرض نداریم. این خود جای خود است. خیلی میایم سر کالم دوم. یعنی به این شکل نه؟ روی اول کالم اول. کالم اول در جای خود است. ما از کالم دوم شروع میکنیم. پس در کالم دوم میایم چی میکنیم؟ اینجا نوشته میکنیم کل سپن مساوی دبل کدشن. یعنی کالم ها را برای ما یکی بساز. چند تا کالم تعدادش اینجا حساب کن. چند کالم است؟ یک کالم، دو کالم، سه کالم، چهار کالم، 5 کالم. پس اینجا باید چند نشته کنیم؟ 5 نشته کنیم. دبل کدشن. حالا چی میگیم؟ روزپن. چطور سپن دیگه میکنم چی گرفته؟ داخل تک گرفته نه؟ یه باید یک اتریبیوت تیوی است بگه. پس چی نشته میگه؟ روزپن مساوی دبل کدشن. چند دانه روز؟ 10 دانه. نه اینجا باید حساب کنیم. خب یک دانه، دو دانه، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 دانه روز نه؟ پس اینجا نوشته میکنیم که 18 دبل کدشن. خب اینا رو میره متوجه باش. این رو من سیو میکنم. این سیو کنی اینت یک گپ باوجود میاد. اینجا رو متوجه هستی؟ این تا آخر مرج شد نه؟ ولی کالم‌های دیگه فعلا که روهای دیگه در جای خود تا آخر مرج شدن. یک کالم مرج شد. اینا رو دیگه چی میکنیم؟ کل اینا رو از اینجا دیلیت میکنیم. اینا رو از اینجا پاک میکنیم. در هر رو میریم یک رو بود نه تا این قسمت. یک رو تیبل رو دو تا تیدی داشت. تیدی اولش به کالم اول بود تو غرض نگرفتیم. در دومش رفتیم کالم رویش مرج کردیم تیارش بسته. حالا در روی دوم میایم. در روی دوم کالم اولش غرض نداریم. میریم در کالم دومش نه. پس در روی دوم میایم کالم اول غرض نداریم در کالم دوم میایم. اینم قدر از چی میکنیم اینجا پاک میکنیم. اینم قدرش اولش غرض نداریم. صحیح است نه؟ باز میایم در روی سوم کالم اولش غرض نداریم. کالم اول غرض نداریم. پس اینا قدر دیگه ازریم میگیم. تا این قسمت اینا پاک میکنیم. میایم در روی سوم میایم کالم اول باز غرض نداریم تا این قسمت از پاک میکنیم. صحیح است نه؟ اینا پاک میکنیم. در روی دیگه میایم باز اول غرض نداریم تا این صح. در پاک میکنیم و میشه که اینا غرض نداریم
اولش قرار نداریم تا این قسمتی رو پاک میکنیم. خب اینی را خوبتر است که کمک بیشتر بکشید برامون معلوم شود. اینا از زیرا که اینجا تیار تایپ شد. تیار تایپ شد معلوم شد که این قسمت فاصله است. پس در این تیارم اولش قرار نداریم میم سر دیدیش و اینی را یک چیز این طرفتر میبریم. بازم اول از این باشه و دیگه شد. خب تیار دیگه کلام اول غرض نداره میشه این میشه که بیشتر میشه. دیگه شم پس میکنیم این بیشتر و این در مجموع باید تا آخر هم شود غیر از بس کار نمیکنم. اینجا میریم تا این قسمت فقط دو روی دیگه مونده. این رو مزیج میگیم تا این قسمت. خب تیدی اولا میمونیم این تیدای دیگه چه پس میکنیم سفر یک بار سیو میبریم و یک بار رفرش. صحیح شد؟ این تا این قسمت هم رو پاک شد و هم کالم پاک شد. این حال ما میتونیم که در اینجا لینک ها رو با وجود بریم و این لینک ها رو قسم با وجود بریم که مثلا در داخل از اول یک فریم بسازیم. در داخل از اول یک فریم بسازیم بعد از باز کنیم در اینجا لینک ها رو بیاریم و این لینک ها رو قسم جور کنیم که فلانه صفحه در اینجا هر وقت سرش کلیک شد در اینجا برای ما باز شود. پس این چه قسم میشه؟ اینجا میم از چی استفاده میکنیم؟ از تگ آی فریم استفاده میکنیم. تگ آی فریم. تگ آی فریم باید در کدام قسمت استفاده کنیم؟ مهم تحلیلش است، انالایزش است که تو باید چه قسم تحلیل کنی تا که در اونجا برات بیاد. تگ خاصان است، تگ یاد میگیری. ولی مهم تحلیلش است که با کدام شکل در کجا استفادهش کنیم. حالا اگر بخوایم ما در داخل از یک فریم جور کنم. در داخل از این مربوط کدام کالم میشه؟ مربوط کدام رو کالم میشه؟ این خب مرج شده فعلا. صحیح است نه؟ این که از روی اول کالم اول وجود داره ولی در روی کالم های بعدیش وجود نداره. پس این دینی ساهم میشه. تگ تیبل است تی آر. اینی جوید هست. این خب مربوط چی میشه؟ مربوط کالم اول میشه. ما این کار در کالم دوم میکنیم. در کجای کالم دوم؟ این خب مربوط تیدیش میشه. پس تیدیش میارم پایان. در این قسمت از تگ فریم استفاده میکنم. در این قسمت. این تیدی که بسته شده مربوط کدام؟ مربوط از نه؟ اینجا از تگ آی فریم استفاده میکنم. آی فریم تگ آی فریم. این فریم ویدش مساوی به چقدر باشه؟ وید مساوی دبل کوتشن. اینا اینجا را ببین. ارتفاع تیبل چقدر است؟ هایت تیبل. وید تیبل چقدر است؟ 1024. هایتش چقدر است؟ 800 است. پس اینجا نوشته میکنیم که ویدش 1024 و هایتش مساوی دبل کوتشن 800. دبل کوتشن تگ بسته. این دوباره پس تگ آی فریم اگر بسته کنیم در اینجا کدام تکست که نوشته کنم این چی معنا میده؟ Your browser does not support frame. در صورتی که این فریم شما به هر دلیل نمایش داده نمیشه در اون صورت برای تو چی رو نشان میده؟ برای تو ایرمی مسیج رو نشان میده. پس اینجا یک بار سیو میکنیم سفر بار رفرش. اینجا ببین فریم برای ما وجود آورد. ولی این فریم چرا خیلی این دیگرای از این خورد کرد برای ما؟ اینجا خودت جواب بده. هایت نداره. نه. چرا اینی کالم اول که بود فریم خو اینجا آمد میبینی فریم آمد کالم های دیگر خیلی چرا خورد کرد؟ کالم بین فریم گرفتیم نه؟ به خاطر چی خورد کرد؟ چرا؟ وید کالم اولم چقدر است؟ 150. کل تیبل ارزش چقدر است؟ 1024. خیلی آیا کالم اولم شامل تیبل نیست؟ تیبل است.
پس برای فریم ما چقدر دادیم؟ منفی از 1150 که منفی 1026 صدش اگر بکشیم میمونه 924 درست است؟ پس در کل اینجا به این شکل میگیم که 870 میمونه 870 خب از اگر این 1000 در نظر بگیریم اونجا میمونه 150 870 پس اینه باید چند نشته کنم 870 پس 870 از این برای ایتمان این یک برسه یعنی ما به این خاطر این رقمی کار میکنم که یک بر مشکلاتش خودت ببینی اگر نه مستقیم میشه این مشکلات رو ما برات نشان داده میرم ولی فعلا هم سیل کن ارتفاع از زیاد است ارتفاع از فعلا زیاد است ارتفاع چقدر است اینجا 800 درجه اینی روهای را که ما استفاده کردیم سعی کن های تیبل چقدر است 800 این روهای را که استفاده کردیم ارتفاعش چقدر است 30 پیکسل است این را کم میکنیم اینی را 800 نه این را 600 میشه اینجوری کم شد نه این را 600 هم نه که 550 جور میکنیم 550 سفر یک بار رفتش حالا درست شد هنوز همون خیلی کنجا مانده خب اینجا باز در نظر میگیریم اینال میم در اینجا لینک ها را با وجود میریم ولی برای فریم خود یک نام میدیم این فریم برش نام میدیم نیم از این فریم مثلا دبل کوتشن نیمش مثلا فریم یک باشه اف یک نامش فریم یک باشه پس اگر بخوایم در اینی سل یک نوشته کنم یک متن نوشته کنم در اینجا چه قسم در کدام صحبت نوشته کنم در کدام رو در کدام تیدی در کدام رو در کدام تیدی در رو یک در تیدی یک باید نوشته کنم نه یعنی در اینجا این تیبل خب مربوط ایمیج میشه که در بالا گرفتیم با تیارش درست است؟ بس نشد تیبل دیگه ما از کجا شروع شد؟ از این قسمت شروع شد پس تیدیش اینی است تیدیش که ای است این تیارش است تیدی اولش اینی است داخل تیدی از چیز نوشته شده؟ نه نشده پس اینجا نوشته میکنم مثلا HTML مثل که در این نوشته کرده نه اینجا اگر ببینیم اینجا چی نوشته کرده؟ در هم از این یک بار میم HTML هم اینجا چی نوشته است؟ HTML توتوریال نوشته است نه ولی در پایانش باز نوشته است HTML HTML5 HTML CSS چیز پس اینجا برش رنگ هم داده میتونیم چه قسم رنگ میتون برش؟ بیجی کلر برش میتونیم خب او قدر زیاد جنجالیش نمیکنیم که فکر تو رو خراب نکنه یک پا و تکرار میشه خب فقط اینجا نوشته میکنم که learn HTML صحیح اینجا نوشته میکنم که learn HTML صحیح شد یکی این را سیو میکنم ولی الاینش باید کجا باشه؟ این تگ الاین باید برای چی اضافه کنم؟ برای تیار اضافه کنم؟ خب این را برای خود تیدی اضافه کنم الاین مثلا دبل کوتشن رایت این را اگر کنیم که برای مکمل تیبل اضافه کنیم چی مشکل داره؟ مشکل نداره چون در کل تیبل نه خب میم برای تیار اضافه میکنیم برای کلش میکنیم الاین مثلا دبل کوتشن سنتر نه بلکه چی باشه؟ رایت باشه رایت دبل کوتشن ریسیو میکنیم یک بار سفر بکش اینا رو کلوز چند بار شون اینجا HTML ولی اگر لفت باشه لفت میگیریمش اینا با طرف لفت میگیریم باردر شده که پس میکنیم نی اینجا میم از اینمی تیبل باردرش پس میکنیم تا این قسمت باردرش اگر پس کنیم ببینی باردر داره اینجا نداره نی حال باردرش را پس میکنیم باردرش پس میکنیم کنترل اس ولی به این صفحه یک بار رفرش چه شد؟ اینه باز ما لینک میدیم میگم اینه لینک میدیم میگم هر وقت سر از این کلیک شد صفحه‌ای که مربوط HTML است اینجا نشان میده حالا سال که اینجا مینی باردر داره نی اینی باردر این باردر داره اینجا نه باردر داره نداره خیلی نمیم چی میگیم این فریم در کجا ساخته شده این فریم در تیدی یک نیست این ای فریم این تیدی ساخته شده نی اینجا برش میم چیز افانه کنیم فریم باردر مساوی دبل کوتشن صفر دبل کوتشن خلاص کنترل اس صفر یک بار رفرش باردر از جمع از من فریم اینجا هست ولی نشان داده نمیشه چون باردرش صفر کردم خب پس من اینجا یک لینک میخوایم به وجود بیارم و این لینک قسم باشه که هر وقت سر از کلیک شد صفحه برای ما همون صفحه باز شد
چطور تو؟ تو